با درود دیگر به شما مهریار مهرآفرین هستم. امیدوارم هر کجا که هستید درواخ و آکنده از مهر باشید، شاداب و بسیار پر نیرو. من با پوزش باز هم از عینک بهره میگیرم برای اینکه آسانتر بتونم که بی گزند نورزدگی سخن بگم. خب امروز بخش 8 ما ادامه و پتایش میدیم. زیر صدا هم تار کردزمانی استاد شریف است که به من همیشه نیروی کردزمانی داده است. بسیار من با این تار سرودم، اندیشیدم. خب دوست ارجمندی از سرزمین تاجیکستان سپند، کدبان محمد یوسف دورانزاد فرمودند که نوکر چه ارتباطی واژه نوکر با چاکر دارد؟ آیا اینها از یک خانواده هستند یا نه؟ پیش از هر چیز شاید برخی ها بدونن که خب این واژه ها رو ما اگر بدانیم و ندانیم که چی می شود. ببین، بنیاد هر ایدئولوژی زبان اون هست. هنگامی که یک مذهبی از وحی سخن میگه، از آسمان سخن میگه، از نبوت سخن میگه، برمیگرده به کتاب یا نپیک یا دیوان اونها، برمیگرده استناد میکنه به گفته ها، به فرگفت ها، حدیث ها، آیه ها، نشان ها. این بازگو کننده اینه که ادب هر سرزمینی بنیاد جهان بینی اون ملت است، اون مردم هست. پارسی آری جهان بینی است، نی تنها زبان. این گپ تاجیکی از مهرآفرین پارسی است. پارسی شاه پژنگی هست، شاه کلیدی هست که دروازه چیستی و کیستی به روی ما باز میکنه. آینه تمام نمایی هست که ما خود را بی هیچ پیرایه‌ای، بی هیچ حجاب، بی هیچ پوششی، بی هیچ ریاکاری و بی هیچ مداهنه‌ای، بی هیچ تزویر و ریایی نگارگر باشه. و برای همینه که من پرداختم به بنیاد یک فرهنگ و اون هم ادب پارسی است و واژه‌هایی که مهرآفرین میگه هر کدوم از اینها جان دارن، زبان دارن، شما را به شاهراه آرمانشهی سرزمین به باد رفته‌تون میکشونه. دوست گرامی که پیرامون شاکر و چاکر سخن گفتند و پرسش کردند، ما در فرهنگ‌های گوناگون اگر نگاه کنیم بسیاری باورمند هستند که چاکر همون شاکر عربی هست و متشکرم هم همون متشکر عربی هست. اما مهرآفرین به آسانی چیزی رو نمیپذیره. همون گونه که از شما خواهشمندم به آسانی من را نپذیرید. اگر من را با کاوش، با پژوهش و با تکیه بر مهر و خردتون پذیرفتیم، استوار میمانید. وگرنه همون داستان مرید و مراد هست و مقلد و مقلد هست و این داستان هایی که ما رو به این سیه روزی انجام میده است. من واژه ها برای من جان دارند. بخش آینده من میخوام بپردازم به واژه‌ها یا الفبه پارسی و الفبه عربی. این بسیار نکته درخور محند و درخور اهمیت هست که ما با اینها پیرامون اینها گفتمان میکنیم. همون گونه که میدید سخن مهرآفرین هیچ گونه کم شمردن یا توهین، اصلا گفتار نیک شاخصه یک پارسیگو، ویژگی یک پارسیگو پارسایی است و ویژگی یک پارسایی با دشمنت هم با گفتار نیک، با سخن نیک گفتمان کن. دشنام و بددهنی بدور از فرهنگ ماست. کسانی که به بن‌بست میرسند دشنام یا
دیگران را کوچک و تحقیر میکنند. ما اون چیزی که میگوییم پشتوانه داره. خب ما یک واژه‌ای در سرزمین خراسان داریم تا جایی که من پژوهیدم به نام چکر. میگوین خب بیا با هم چکر بزنیم. چکر زدن به نگر من چاکر از اونها می آید، از واژه چکر، چکریدن. و واژه درست چمچم چکر میشه ملازم، ملازمان درگه. هنگامی که برای نمونه یک رئیس جمهوری که میخواد جایی رو بازدید بکنه، برخی ها زودتر میرن اونجا رو بررسی میکنن. اما در زمانهای پیشین هنگامی که یک سرور مردمی دولتی در یکی از خیابانها میرفت، برخی ها زودتر میومدن رهپاکی میکردند. هم بگونه این رو آفند میداشتند، نگاهبان بودند، دژبان این بودند، و هم اینی که اگر کسانی میخواستند که آسیب برسانند به اون سرور، اونها را به هر حال از میان راه بر میداشتن، راه را پاک میکردن و اینها به اینها میگفتن چاکران درگه. و واژه ملازمان باز به همین گونه هست. اینها از اینجا به نگر من سرچشمه میگیره و هیچ پیوندی با این شاکر ندارد. و همون گونه که میدونید دو ناجوان مرد، دو پشت بر میهن، دو دانشکار و دو خیانت به فرهنگ ما، دو تن ابن بسویه و زمخشری آمدند و این سیاه کاسه رو در خان ما گذاشتند. واژه های پارسی رو گرفتند برای نمونه نگر. به نگر من، نگرش من، چون عرب گ نداشت، آن را حرف گاف را برداشتن و ز گذاشتن، ز دسته‌دار. بعد نگر رو کردن نظر، بردن در باب افاعیل، نظر، انظار، تنظیر، منظر، مناظر و به همین صورت ینظر، انظر، به این گونه اینها را چکیدن گرفتن و اینها تولید مثل میکردن برای اینا کار همین نامردمان سرزمین خود ما بوده است. به هر روی امیدوارم که ما بتوانیم که پالایش بدیم این زبان رو تا مردم بیشتر اون عینک مهر و خرد رو به چشمشون بزنن و بدانن که از کجا آمدند و بهر چه خواهند بود. پس اینم از این واژه. امیدوارم که ما بتونیم در برنامه دیگر باز پتایش بدیم. هر برنامه رو کیخسرو بر این باور هست که برنامه ریزی کرده بودیم 10 واژه رو ما بتونیم که آموزش بدیم، اما برخی واژه ها نیاز داره که ما اونو ویچار رو تفسیر کنیم. بر روی دیگر نمی شود از برخی واژه ها گذشت. امیدوارم که این برنامه رو ببینید و چنانچه پیشنهادی یا این که نگرگاهی داشتید، خواهش میکنم که یکی یکی من نمیتونم. شما اگر 20 نفر 50 نفر 50 تن هم باشید که بخواید من با شما گفتمان کنم، کلا من از کار و زندگی باز میمانم. بنویسید، من نگرگاه شما را میارم و اگر واژه‌ای بود و چیزی بود که در خور بررسی بود، بیگمان به اون میپردازم. امیدوارم هر جا که هستید تندرست و آکنده از مهر باشید. تا گفتمان دیگر شما را به عشق و خرد میسپارم. بدرود.